آن خیابون شهید وفایی ملایر نانوایی کوچه امین هستیم. آقا شاطر مجتبی ما تقریبا نیم ساعتی پیش خبر شهادت برادرش شاطر کاووس رو دادن. میگه خوش به سعادتش، ایشون سعادتمند شد. من سنگرم رو رها نمی کنم. اسرائیل احمق ببینه با کیا طرف است. آقا مجتبی کی خبر شهادت رو دادن به شما؟ 20 دقیقه پیش. نیم ساعت نمیشه. حالا چجور شده شما 20 دقیقه پیش خبر شهادت برادرت اومد؟ شما چطور وایسادین؟ لزومی نداره برم به خاطر این مردم نون نمیخوان. این مردم گناه کردن. این سنگر ما هم همینجوری دیگه. ما هم بالاخره درود بر شما. به وظیفه‌مون عمل کنیم. درود بر شما. اسرائیل هم بذار بدونه که با این کارش هیچ کاری از پیش نمیبره. هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. درود بر شرف شما. یا علی. حتی مثل اینا که شهید بشه باز ما کار خودمون انجام میدیم. درود بر شما. لعنت بر اسرائیل.